دیوید آدامس روزنامه‌نگاری معروف استرالیایی میگوید با تقدیم مستند زیر عنوان جهان گم شده اسکندر بزرگ این ادعا را رد کرده است که گویا پیش از اسکندر مقدونی در قلمروهای آسیای مرکزی هیچ تمدنی وجود نداشت. جهان گم شده اسکندر بزرگ زیر این نام سال گذشته فیلم بسیار سریاگی روزنامه‌نگار و فیلمساز معروف استرالیایی به نمایش درآمد. دیوید آدامس و گروه فیلمسازان طول 6 سال از سال 2007 تا 2013 مسیر 2400 کیلومتری حرکت رود آمو را که راه اصلی زندگی مردم آن دور ارزیابی میشد از یونان تا کشورهای آسیای مرکزی و هند و کوههای پامیر و هندوکش عبور کردند. و در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از استرالیا دیوید آدامس درباره هدف و شرایط برداشته شدن فیلمش نقل کرد. Tell us please. بگوید که چطور شما تصمیم گرفتید راه اسکندر را عبور کنید؟ این کار می شود گفت که محبتی بود که 6 سال دوام کرد. راستی قسم زیادی وقتی ما برای افغانستان صرف شد چون که دسترسی به بسیار محل‌های از نظر باستانشناسی ارزشمند به سبب زیر نظارت طالبان بودنشان خیلی سخت بود. در بعضی حالت‌ها ما منتظر اجازت ورود به آن محل‌ها می شدیم و یا انتظار می ماندیم که آنها این مناطق را ترک کنند. این یک جریان خیلی طولانی ولی نتیجه اش خرسندی بخش بود. با موضوع طالبان باز برمیگردیم ولی حالا بگوید که از تمام این جریان کار مهمترین و خاطرماندترین بازیافت شما چی بود؟ ما تلاش کردیم که تاریخ را بازنگری کنیم. یک عقیده وجود داشت که گویا یونانی ها و اسکندر به سرزمین های شرق تمدن را آوردند ولی این یک اشتباه است. تمدن آسیای مرکزی تاریخ قدیمی تر دارد و به ایران قدیمه هم تأثیر زیاد گذاشته است. یک هدف دیگر این بود که نشان دهیم که منطقه آسیای مرکزی تنها محل زیست قبیله های بربری بادیه‌نشین نبود بلکه اینجا شهرهای فوق‌العاده و فرهنگ‌های قدیمه و تمدن‌های مختلف وجود داشت. در محور نقل‌های شما در این فیلم مستند نقش رود آمو قرار دارد که مهمترین واحه زندگی مردم و هم متکای اقتصادی ساکنان این مناطق ارزیابی میشد. ولی حالا کشورهای آسیای مرکزی بر سر تقسیم آب وارد بحثند و برخی میگویند احتمال نزاع‌ها بر سر تقسیم ذخیره‌های آب وجود دارد. شما چنین احتمالی را هم مشاهده کردید؟ نزاع‌ها همیشه باید قضاوت شوند. این منطقه یک چهارراه خیلی مهم در جهان است. اگر شما به دوران یخبندی مراجعه کنید این منطقه حتی مرکزی سیاره بوده است. من فکر میکنم که این منطقه برای پیشرفت و شکوفایی نو امکانیت زیاد دارد. اینجا ذخیره‌های خیلی غنی طبیعی موجودند. با وجود ناامنی‌ها در افغانستان من باور دارم که آینده این کشور و خود منطقه خیلی خوب است. در افغانستان راه و پل‌ها بنیاد می‌شوند. البته طالبان و یا گروه‌های افراطی یک چالش باقی می‌مانند ولی این مسئله به نظر من حل شونده است. پس با یک کلمه پیام شما با این فیلم به تماشابینان چیست؟ من به این باورم که در پشت حولی هر آدم یک تاریخچه نادر و نشانه‌های فرهنگ محفوظ است که اگر کمی بکوبید قصه های جالبی را برایتان آشکار می‌کند. بعضی تماشابینان فیلم شما شاید کشورکشایی‌های اسکندر مقدونی را با جریان‌های گئوسیاسی جهانی امروز در مثال دامن پهن کردن حضور غرب و اروپا در منطقه شباهت دهند. شما به این چی میگویید؟ به نظر من خود اسکندر یک شخصیت فوق‌العاده بود. من فکر نکنم که آن سالها کسی باور داشت که یک جوان 30 ساله، یک مرد کوهستانی، لشکرکش و هم شاهزاده یونان چنین کاری را کردن میتواند. به فکرم مقایسه کردن کارنامه‌های او با زمان امروز خیلی سخت است. چیزی که مرا بیشتر در حیرت میماند شکل جغرافیایی سیاره بعد آن زمان است. تجارت مسئله کلیدی بود. آن زمان از کابل به بابلستان سوار اشتر در دوام 2.5 ماه رسیدن ممکن بود. یک جهانی آزاد بود. چیزی که درباره اسکندر گفتن ممکن است این است که در برابر لشکرکشی هایش او چیزی کمی را تغییر داده است.
بله او بر دارا شاه ایران پیروز شد. نظارت را بر مرزهای هند و فارس به دست آورد. ولی او چیزهای دیگر را تغییر دادن نتوانست. باید تمام مکانیزم کار و زندگی تجارت را حفظ کرد و گذاشت که به شکل قبول شدهش پیش برود. از این چیز البته یونانی ها خیلی برد کردند. از این رو شباهت دادن آن زمان و امروز کاری سخت است، چون که حالا جریان ها به شکل دیگر پیش می روند. در باره تغییرات گفتید، حالا در قلمروهایی که زمان قدمی لشکر اسکندر هم گذاشته شده است، کشورهای مستقل قرار دارند که مرز و بوم و نظام ویزا را جاری کردند. آیا کدام مانعی برای فیلم برداری پیش نآمد؟ نه تنها مسئله در وقت بود. مثلا ترکمنستان یک کشور احتیاطکار است. آنها از این جهت احتیاط میکنند که با کدام شیوه در صحنه بین المللی معرفی میشوند. برای گرفتن اجازت نواربرداری در ترکمنستان من 2 دفعه به این کشور سفر کرده با مقامات وزارت امور خارجه صحبت کردم. مهمترین پیغام من این بود که فیلم ما سیاسی نیست. ما نه وضعیت سیاسی را ارزیابی میکنیم و نه درباره سیاست امروزه حرف میزنیم. ما به همه تلقین میکردیم که در مرکز توجه ما مسائل فرهنگی و باستان شناسی قرار دارند. این چیز را ما پیوسته در ترکمنستان و افغانستان تاکید میکردیم. افغانستان واقعا مشکل ترین محل برای کار بود، ولی این مشکل هم بیشتر مربوط به وقت میشد. کسی هیچگاه نمیگفت که نه، شما این کار را انجام دادن نمیتوانید. تنها میگفتند که شما باید این و آن آدم را واخورید. در داخل به ما آدمان فوق‌العاده خوب کمک کردند و همه میخواست که این قصه گفته شود. شما در نوروز مزار شریف و هم در سبقت بزکشی اشتراک کردید، ولی وقتی درباره امنیت صحبت می شود میبینیم که این همه چندان ساده نیست. آیا شما با طالبان یا جنگیان دیگر روبرو شدید؟ ما کار را سال 2007 شروع کردیم و وضعیت آن وقت کاملا دیگر بود. وضع در سالهای 2009 و 2010 بد شدن گرفت. ما فیلم برداری را سال 2011 تمام کردیم. بعد آن وضع باز بدتر شد. سالهای اول فیلم برداری در سال 2008 مثلا ما به افغانستان خیلی براحت سفر می‌کردیم. در این گروه تنها من، اپراتور، راننده و ترجمان بودیم. آن وقت قاعده این بود که شما از وزیر فرهنگ کاغذ می‌گیرید، با آن به نزد پلیس محلی می‌روید. برنامه‌تان را شرح می‌دهید و عملاً شما زیر حمایت این افراد می‌مانید. بله چند حادثه پیش آمد. مثلا در نزدیکی‌های ما بمب‌های سریراهی ترک دو راه‌ها بسته شدند، ولی باید گفت که هیچگاه به کدام مشکلی سخت و سنگین دوچار نشدیم. شاید برای آن هم که ما با یک راه خیلی محترم هدف و کارهای خود را می‌فهموندیم. درست است که غربی‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند، ولی ما هیچ کاری نکردیم که کسی را آزار بدهیم. بله این چیز احساس می‌شود. خب اکنون درباره تاجیکستان گویید که چی چیزی برایتان خیلی جالب بود؟ من به تاجیکستان بار اول در آغاز سالهای 90 سفر کرده بودم و می‌خواستم که در آنجا فیلم برداری کنم. ما در تاجیکستان فرصت زیادی نبودیم. ما باید در مسیر دریای آمو نواربرداری می‌کردیم، به همین خاطر به سمت جنوب رفتیم. اساساً ما در خانه‌های مردم ایستادیم و با مهمان‌نوازی فوق‌العاده روبرو شدیم. تاجیکان خیلی دلگشادند. چیزی که برای من پسند بود این درک عمیق تاریخ بود. من نمی‌خواهم که کشورها را با هم مقایسه کنم، ولی یک چیز در یاد من ماند که وقتی در شهر توز بودیم و چند شب را در یک خانه روز کردیم، درباره عشق اسکندر و رخشانه صحبت می‌کردیم و من می‌دیدم که آنها تاریخ خود را خیلی خوب می‌دانند. و چیز دیگری که باید توصیفش کنم این زیبایی طبیعت تاجیکستان است. کوهستان و آب و دریا و منظره‌هایش خیلی زیبایند. پامیر خود الهام بخشترین مکان است در این سیاره. Thank you very much, David.